سابق معاون اول سروزیر تاجیکستان و شهردار سابق پایتخت این کشور شهر دوشنبه یوری پاناسوف روز 20 اپریل سال 2024 در شهر مسکو در سن 83 بر اثر بیماری قلب در به بیمارستان در داخل ماشین یوری تاجیلی از عالم چشم پوشید. در این باره روز 25 اپریل با تکیه به منبعش خبرگزاری روسی رگنیوم خبر داد. یوری فیلمونوویچ پاناسوف 24 مارت سال 1941 در دهه اورولگا ولایت چلیابینسک روسیه به دنیا آمده. سال 1961 بعد ختم تکنیکوم ساختمان چتا به کار به تاجیکستان رفت و تا سال 1998 قریب 27 سال در آنجا ماند. یوری پاناسوف سابقه کاریش را سال 1961 در اداره ساختمان انشاءات صنعتی و ملکی نویه ارجنگزآباد آغاز کرده، سپس چند سال در کمبینات ارجنگزآباد به حیث استا مکانیک سرتکنولوژ کار کرد. سال 1972 به مقام معاون رهبر این کمبینات رسید. پاناسوف سال 1974 دانشکده مهندسی روی آهن تاشکند را غایبانه ختم کرد و با دریافت دیپلم مکتب عالی به کار حزبی گذشت. نقطه اعظم بلند منصب‌های حزبی او این مقام کاتب یکم کمیته شهری حزب کمونیست در شهر کولاب در سالهای 1983-85 و کاتب دوم کمیته ولایتی کپسس در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای 1985 1988 بود. پاناسوف سال 1988 تا 1990 معاون رئیس کمیته اجرایی شهر دوشنبه و سال 1990 وزیر ساختمان تاجیکستان بود. پاناسوف همین طور سال 1994 به جای جمالالدین منصوروف رئیس شهر دوشنبه تعیین شده تا سال 1996 در این منصب بلند کار کرد و این مقام را سپس به محمد سید عبیداللهیف یکی از چهره‌های پرنفوذ آن دوران سپرد. عبیداللهیف مقام شهرداری دوشنبه را بیش از 20 سال پیش خود نگاه داشت و تنها ماه ینور سال 2017 به رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت امامعلی رحمان تسلیم کرد. یوری پاناسوف بعد ترک کرسی شهرداری دوشنبه 28 مارت سال 1996 به مقام معاون اول سروزیر تاجیکستان تعیین شد، ولی ماه ینور سال 1998 بعد همگی نزدیک 2 سال کار در این مقام از وظیفه آزاد کرده شد و به مسکو کوچید. او در مسکو سال 1998 تا 2001 سردار اداره کارگزاری گوستروی کمیته دولتی ساختمان روسیه بود. یوری پاناسوف برای خدمت‌هایش با اردن نشان فخری و 2 مدال سرفراز گردیده وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان نیز انتخاب شده بود.